میگم بله. این روزا که شما رای میکنم برای مکتب و مسجد خود شما میرم تا گیمنید که یعنی شما خیال میکنید که من خبر نمیشم ما نرفتیم. نرفتیم ما کو عباس عباس بخونه. عباس عباس بخور بیدار کن که خواه بخیر شرف ها سعی کنید تا من اینجا با چی بدبختید با چی خونجگیری عقل قانون پیدا میکنم میگم باش که اینا درس تعلیم خور بخونم پول میدن که برم و مکتب برم میرم و تا گیمنیتا میشینم تو چرا ماشین خونه حرف بدی روز عباس بله. مرگ بالا بیا اینجا خب چشما ما روشن تو بیا برتا کم بشی که با خودتو قبض کنم من تو رو پول میدم که وقت زگو برو با مکتب برو با مسجد تو ور میخزی میری به تا گیمنیت میری کی؟ تو اینو دو تا روان میداری میری به گیمنیت میبری کیف شما گیمنیت بردم؟ نه. یعنی تو خیال میکنی ما آمار تو نداره که تو به کجا به مکتب کی به مکتب میری کی میای تو خیال میکنی من خبر نمیشم اون خوب بپرسید اگه من کی بردم اینا از اینا بپرسم میگم برای میگن کو شاید تو میگه دوم من از اینا بپرسم دیشب همسایه جلوی ما چخ تا گفت اگه بچه شما اکسترا میای و میگیم دورو میره اکسترا میره و میگیم دورو میره اگه یک بار دیگه تو رو ببینم که تا گیمنی درفته فهمیدی نه فهمیدی باز هر چیزی خود دیدی بی شرف تو که کلون علی به چا خود راست چیت گیره صاحب کو مگر این گیمنی تا از منطقه گم کن مال برو پیش چای بخو که بری وکیل محل صدا کنی بیای برو چای خو بخو بری وکیل محل صدا کنی بیای بخیر زود باش اینجا نه ماشه. چرا ماشین داره تو چای خو بخو زودی بری ماشین خو یالا برس بیال از این امر زرا بگن چای تو بخو بخیر پیش بشی یا امنون یک ذره فهم و درک شما نداره که این پیار و به چی بدبختی میری یک قانون پیدا میکنی میره میگه باش که پول درس و تعلیم ما باشه و اول میخواد شما میره با تقیم نید یک بار دیگه خدا نکنه که تو رو با تقیم نید ببینم این دو چشمات رو لعنت نکنه با کالم نیو دیگه بار ما گفته اگه وقت که برم مگیمنیت برم بابا هم میام وقت که برم مگیمنیت برم بفرمایید بفرمایید کی بردم قبل از کامل سبی سلام نه بودی دی بابا هم میام برو برم که مگیمنیت تو صاحب کم چای بخورم برو پیش وکیل سه که خود اینو قبض زنم که این گیمنیت مگه به زودترین فرصت از این منطقه گم کنم تمام بچه ها منطقه را همه مکمل رو 2 ساعت 3 ساعت بر از پول مکتب خواه پول درس تعلیم خواه بدارم میام به تا گیمنیت ها میایم پول شما میسونم و بونه مطب پول شما میسونم برم مگه برم که مگیمنیت برم میفهمین میشناسم اگر دیگه من تو آدم دیدی که از پوزه مودی کنه که گیمنیت تیتیشی اگه کلی تو به تاجی نکرد با آدم نیو چی یاد میگیری شما تا گیمنیت چابا جنگ و توفنگ و تفنگچه و بزیای وحشتناک و ایبربر نگاه کنید دیگه چی ما یاد گیریم سلام علیکم. و علیکم السلام. مورد جان خوبی و خیلی سلامت. خیریت یا خوشحاله. داداش سلامت. حضور سر خوبه. خبرات. خیر اسرار سلامت ان شاء الله. شکر خدا باشه. دیگه دو کلمه قبل شما بگید سه بودا. بیا با باغچه بیا. نه دیگه مزاحم شما نمیشه. بیا چی مزاحمی بیا. بفرمایید الله بکنه. یا الله. مراد جان خیلی خوش آمدید زنده باشین با خدا چه خوب یک باغچه درست کردیم وکیل صاحب محترم حال اینجا نآمده بودم
چه کار کنه این باغچر به خاطر همین دوستا و رفقا و فامیل و قوم خشا همین باغچر تیار کردیم که گاهی میایم به تفریح میایم. بسیار کار خوبه کردین نام خدا خوب جو یک لوکس هم تیار کردین دیگه یعنی اوزو صاحب مهربان این باغچه کشی ها شما اینا بیخی یک تک لوکسه. زنده باشیم. چی عجب که با باغچه آمدی مراد جان. خواهش میکنم دیگه به خدا وکیل صاحب محترم میفهمن که هر کدوم ما و شما میتونه مشکلات ها و مصیبت ها خورداره دیگه. غرض از مزاحمت وکیل صاحب بزرگوار همینه که به تمام منطقه ما و شما یک دیکون باشه، دیکون به نام دیکون گیمنت. بفهمید؟ بشنیدم. همین جیوا شده این بچه‌ها ما و شما اینا رو همه از درس تعلیم از مخش مکتب از همه چیز بنداخته. رو تا باشم نگاه میکنی بچه‌ها خود به تمام گیمنت دور رفته. دیروز از اندام کوچه تیر میشدم یه همسایه دیگه ما و شما صدا کرد بر گفت بیا اینجا مراد. گفتم بله. گفت یک چیزی به تو میگم از دوستی و برادری به تو میگم همین بچه‌ها تو اونا رو رای میکنی به مکتب و به برابر. گفت اگه بچه‌ها تو تا گیمنت گفت اشته آخه ما که پول میکنم مکتب برام و مسجد برام اشته به تا گیمنت. گلالا ما خود ای گپ از دوستی به تو گفتم. بازم گپ پر باور نکرد و سبای برفتم نگاه کردم دیدم اینا به تا گیمنت. همین که اونا رو دیدم بعد از گفتم باش که این گپ خودشون به جریان بگذارم که به کیسه محترم همین از این منطقه حرکت دین که برای کار خوبه که همین جگا برای ما و شما خیلی مشکلات ایجاد میکنه. بس بچه‌ها ما و این منطقه ما و شما را از درس از تعلیم از همه چیز از مسجد بندازم. خیر بینی مراد جان. همین گپ به مسجد برفتم ملا صاحب مسجد هم بگفت. گفت اگه همین شاگردام میبینی تیر میشون مدام همین گیمنت استادم داخل گیمنت هم همین گفت اگه کاری بکنیم وکیل صاحب. ها والا وکیل صاحب. ما گفتم خوبه. ما گد آمد. گفت اگه بچه خب برای سودا رای کردم. سر از گیمنت بیرو کرد. پولا سودا رو برفتید بالا گیمنت دادم. راست دیگه همین شما یک کار بکنید وکیل صاحب دیگه اول خودم این کار رو میگیره به دست شما باشه. دلجمع باشه. من حتما اقدام میکنم. خیر ببین. انا لکم رای میکنم برادم دم گیمنت اور میخوایم به اینجی. بسیار خوب. همه چیز برای میگم. که اگه دوباره شغل خود تغییر میدی خوب تا خوب. اگه نمیدی شهروری زنگ میزنم که بیاید دکانو بسته کنه. بسیار کار خوبه بیخ خوبه. نوید. نوید. بله. بیا تا اینجا. میری بدم گیمنت. با کجای مراد جان؟ همین سرکوچی سرا ما و شما دیگه سرکوچه. همین سرکوچه میگم گیمنت شده. خب اون صاحب گیمنت صدا میکنی با وکیل صاحب گفتم یک بار بیا تا باغچه بیا. بله. خب آفرین زودتر برو صدا. خوب چیزی رو اشاره کردیم. حتما من پیگیری میکنم این کار. همین دیگه وکیل صاحب محترم همین کارو بکنیم خیر ببینیم خونه شما باد که بالاخره بچه‌ها ما و شما 24 ساعت تا همین گیمنت های برابر نباشه. راست میگی. باز اینا اینجا چیزی یاد نمیگیرن. با تا گیمنت چه بازی که جنگ نشون بده تفنگ چاقو ای برابر این چیزا رو دیگه کاش که کار آموزنده ای میگه بخواد که یک با درس رو ربط داره. بعضیا دروغگی کامپیوتری. خیر ببینید کلا همیشه فقط جنگ فقط تفنگ فقط چاقو شمشیر هر چیزا رو یاد میده برای بچه‌ها موشون. راست میگی مراد جان. خب وکیل صاحب محترم اگه اجازه شما باشه من میرم دیگه که باز من نبینه که اگه ببینه میگه بعد یادم باشه گلاس چای بخوریم. قربان شما تشکر خیر ببینید. چای اومده همین باز گلاس چای بیار. باز ان شاء الله بخیر مزاحم شما بشم. تشکر وکیل صاحب محترم خیر ببینید. خدا حافظ. زنده باش. خیر باش. بس اگه باشه برو صدا کنم. امجه خونده نباشید. بله سلام علیکم. نه نباشید. و علیکم. زنده باشید. سلامت باشید. همین گیمنت والا تونی؟ بله. همین گیمنت والا تونی دکون گیمنت که واکدی؟ گیمنت. بله گیم من ما. خب. دکون از مانه. بازی میکنی شما؟ این چند وقت میشه واکدی تو؟ امرو 17 روز میشه. 17 روزا. به همین 17 روز میفهمی که چوغ شکایت آمده به اینجا؟ کی آمده؟ شکایت کینه؟ شکایت از دست تو، از دست همین دکون و گیمنیت تو. کشره؟ ملا صاحب مسجد میگه شاگردام ای کش میکنه و داخل همین دکون گیمنت بازی میکنن. درس مسجد اینا همگی بفتادن. مردم همیته همگی به فقار آمدن. میایم پیش به شکایت میگم وکیل صاحب به لیاز خدا
همین از این منطقه دور کو یا ما از این منطقه میریم؟ وکیل صاحب شما وکیل صاحبین؟ ها دیگه نگفتم بری تو. خب بولا ما که هست اگر راست بپرسیم هر کار دیکندری کردم، گل مشینگ فروختم، بغلی فروختم، او کشته فروختم، شاگرد شدم من چه شده به درد من نخورد. اگر پیار ما برفتم به من کامپیوتر خریدن گفتم برم اینجا سرمایه هم نمایه بیکاری همینجا خب به چار کنم به زور نمیارم خود اینا میایم پینجه سدی 40 روپیه 30 روپیه میدم و خب بازی میکنم من برق مصرف میکنم 2200 هم کرایه دیکونه میدم. خب من تو رو به این محله من نو میبینم. اسم تو چیه؟ از کجا هستی به اینجا میدی؟ اسم کی؟ اسم تو جناب علی. اسم من گیلک ولد پیرمه. ما چیزیم ما از پول. خب میفهمی ساعت چند داله؟ ساعت حالا 12 بجه. دم چاشت دیگه. 12 بجه تا ساعت 4 بجه بار و بندل خورد تمام امکاناتی که به می دکونه اوردی همگی ور میداری و میری برات کار خورد دیگه تو رو اینجا نبینم دیگه تو رو 1 ساعت دیگه به اینجا نبینم که بشی ور میخوازی میری از اون هر منطقه که هستی میری به اون منطقه به هر جا که میری برو دیگه به این منطقه من تو رو نمیگذارم که اینجا گیمنی تو کنی و بچه ها مردم درس و تعلیم و از روزگار اینا بندازی. ماما جان من گردنم بند باشه 2200 کرایه دادم اول برکشی کردم یک ماه دیگه ما طلب هم دیگه ما کجا برم ما آدم چی پیشتر یخم کنه 17 تا بوزن بیخن منه. من به ایگه پا نمیفهمم من نماینده مردمم من وکیل این منطقه ام از دست تو شکایت شده باید امید کنی اله کنی بری برات کار کو بری بفهمیدی چی گفتم؟ همین ما خور نستم من میگم 1 ساعت دیگه نستگی تو میگی همین ما خو من هستم به اینجا زودتر میری ور میداری بارو بندر خور اگه تو 4 بجه آمادم بودی وای به جان تو دیگه این رخصت کن نوید در رمسته کن چی استاد شده به طرف من لغ سیل میکنی برو بیرون شده که برو نوید این از باغچه بیرون کن زود باش بگیر عجیب آدم افتادیم ماما ماما تو سبی چی جای زیبای جانانیه بیا منم اینجا بود چه من بشین آخه و میگم کارو خورده نی چی؟ کشو خدم بدل چه نقله به در میکنی این باغچه شما نه؟ بله یا کاکا جا آقا شما کجاه؟ برفتم به شهر. به شهر رفته؟ بله یا هنه گیله کرد بیا آوردم بفهمیدی من خدا شما آقا شما گپ زدم که اینجا نگهان باشه بفهمیدی گیله خوب جای نیه خوب جایه دیگه خیلی ساز بابا دیگه همین کارا باغچه را هم برای دور پیش باغچه را هم برای نشون ده خوب اساس کار یاد داره به ایران هم کار کرده خوب صحیح ما به تا ایران میتونه نگهون بدون برج 3 میلیون و 800 هزار نیه؟ 3 میلیون و 80 هزار خوب یادم داره خوب صحیح یاد داره بفهمیدی دیگه گیله ایت نش که دلمو دکن باشه بفهمیدی که خبر قالک که با ما بیاری بفهمیدی من وسیله را اینا چه کار میکنه بابا؟ میگم با هر جا میرم نمیگذارم من میگم برم بفروشیم اینو بفروشین؟ ها دیگه چیکار کنم دیگه؟ 80,000 روپیه ولی اینا پول دادن خلق بخرم 60,000 خو خریدم اینا 20,000 تامو یعنی تو 20,000 اینو کار کردی ساعت متیر شد میشد که چی بگم داد به تو گفتم به دکونا که هست شلوغ نکو تو به 4 میل تا اثر کوچه اثر بازار کش میاد تا دکون خو میاد همه مردم از دست تو بداد شو خود اینا می آمدن بازی میکردن من جق نمیکردم گردن من لنگ من جق نکرد اشته که مردم هم داد میکشه دراغ میگم مردم خود اینا بچه اینا می آمدن بازی میکرد خیلی بچه با خاک خانه دیگه من رفتم بفهمیدی کوکو جو در پیش باغچه هم برای نشون دی کارای که ماش منم خودی پیار از اینا گپ زدی گپ زدم خوبه انا من رفتم دیگه تسلیم به دست شما نه خب من چوری بر باغچه ای تو میفهمی یقین به دل تو خورده باشه ای تو طور این دفعه به درخت بسته میکنم همین تو میزنم که ای تو تمکوی سیره 1 قرون رخ کشی
تو خوب گوش کو بشنو چی میگفتم. بگیر شیشه بگیر. خوشحالم جمع کن. کم پیش برو.